پنجشنبه 18 دی ماه بود که ما تصمیم گرفتیم به خیابون بریم برای حقمون، برای آزادیمون، برای آینده‌مون. خیلی امیدوار بودیم، فکر کردیم این سری از این ترسن که شعار بدن و بیان کنار هم. من رفتم دقیقا وسط چهارراه و شروع کردم به شعار دادن. تقریبا میشه گفت 2 ساعت 3 ساعتی گذشت و اینکه خیلی جمعیت زیاد شده بود و گذشتگاه و رای جمعیت میرفتن داخل فریاد. یه تعدادی هم میموندن، واقعا با سنگ باشون میجنگیدن، تموم میکردن، مهمات تموم میکردن، هی میرفتن هی باز میومدن و خیلی جالب بود. همش به بالا، یعنی به سر بچه ها میزدن. ببینم حالا مثلا بچه های ما اسلحه نداشتن، فقط اونا اسلحه داشتن که میزدن، میکشتن بدون هیچ پروایی، بدون هیچ ملاحظه‌ای. میزدن به چشم، به سر، به قلب. که خونه شدیم رفتیم توی قسمت سرایداریش و من زمانی که تو آینه خونه سرایدار نگاه خودم کردم دیدم اصلا چشم راستم نمیبینه و پر صورتم ساچمه است و خون از چشمم از سرم میزنه بیرون. وقتی وارد شدم اینقدر جوانایی بودن که همه دوتا چشماشون آسیب دیده بود و میگفتن ما اصلا نمیبینیم.